سلام خانم عطایی نژاد، وقتتون بخیر. خیلی خوش اومدین. ممنون که وقتتون رو در اختیار بنده گذاشتید. در خدمت شما هستیم. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. بنده هم تشکر میکنم از اینکه فرصت این گفتگو رو فراهم کردید. امیدوارم که این اپیزود خوبی باشه و گفتگوی مفیدی داشته باشه. خواهش میکنم. بسیار عالی. امیدوارم که همینطور باشه. امروز میخوایم در مورد ناکارآمدی صحبت کنیم با هم دیگه. یادم میاد یک روز که از یک محاکمه تقریبا خسته کننده‌ای داشتم برمیگشتم، رفتم سمت کنه. بعد از جنگ 12 روزه هم بود در واقع اون روزا. برقم قطع بود. حالا منتظر بودیم که ژنراتور کانونم فعال بشه و استارت بزنه که میدونید که ما تقریبا دیگه داریم برق خودمون رو خودمون تولید میکنیم. توی کانون با یکی از دوستان شروع کردم به معاشرت و گفتگو و چون به من گفتش که وضعیت مملکت چی میخواد بشه. حالا منم خیلی براق بودم و یه مقدار خسته‌ام بودم از روزی که داشتم و گفتم که چی میخواد بشه. وضع کانون رو ببین، مملکتم همین مش نمونه خروار. این دوستم بهم گفتش که آقا جان شما در مورد قانون، حداقل در مورد قانون، چه انتقادی میتونی به مدیران قانون داشته باشی وقتی که مدت مدیریتشون 2 ساله؟ یعنی در این 2 سال چی کار میتونن انجام بدن؟ درست. صرف این که پروانه صادر بکنن، کارآموزی رو انجام بدن و حالا مراسم تعریف برگزار کنن، دیگر چه کاری میتونن انجام بدن؟ و ذهن من واقعا درگیر این مسئله شد که در واقع چرا ما یک برنامه اجرایی دقیقی نداریم. الان شما وضعیت کشور رو در نظر بگیریم. کشور مثل کتاب میمونه که رو جلدش نوشته توسعه، مدینه فاضله، پیشرفت، اوتوپیا. ولی وقتی کتاب رو باز میکنیم میبینیم که یه سری خطوط نامفهومی وجود داره تو بعضی از اوراق و تو خیلی از اوراق هم مثلا سفیده. سوال من اینه، آخر قصه چیه و ما در نهایت امر به کجا میخوایم برسیم با این وضعیت؟ درست. من یه سری اصطلاحاتی رو در واقع باید اول توضیح بدم بله. و بعد وارد اون ماهیت مسئله بشیم. کلمه ناکارآمدی، کلمه مدیریت، برنامه، هر کدوم اینها یه تعریفی داره. حالا به صورت خیلی مختصر بخوام بگم، ناکارآمدی از اسمش مشخصه. نداشتن توانایی و قابلیت لازم برای دستیابی به یک هدف مطلوب. برنامه آن چیزی است که قرار است بر اساس اون، با اون منابعی که داریم، در چه زمانی به یک اون هدف مطلوب دست پیدا بکنیم. و مدیرم اون شخصی هستش که بر اساس اون برنامه از پیش تعیین شده باید بیاد اون رو به حرکت در بیاره، اون رو اداره بکنه و تدبیر امور رو به دست بگیره. در رابطه با مسئله که هر مدیری که شما میفرمایید میاد ممکنه مسئله‌ای داشته باشه یا دوران مدیریتش، در اون دوره مدیریتش چه کاری میتونه اصلا عملاً انجام بده، ما در علوم سیاسی یک مبحثی داریم، یعنی یا کلمه‌ای داریم به نام سیاستگذاری بی‌ثبات. یعنی اساساً با تغییر هر مدیری سیاستگذاری هم تغییر میکنه. پس یک برنامه اجرایی پایدار نداریم. همین باعث میشه که افراد و نهادها عملاً نتونن آینده رو پیش بینی بکنن و همین بی‌اعتمادی میاره. درست. سوال من اینه، مگه ما سند چشمانداز 20 ساله نداریم؟ مگه ما برنامه توسعه چند ساله نداریم؟ الان تو کدومی که از برنامه هست؟ فکر کنم برنامه 7 توسعه باید باشیم دیگه. درسته؟ خب اینا که وجود داره، پس باز مشکل از کجاست؟ ببینید ما یک نقشه کلان داشتیم که در سال 82 به عنوان سند چشمانداز تدوین شده که خب هدایتگر سایر سیاست‌های ما. باید در اون سیاست رو، اون برنامه رو در قالب توسعه به برنامه‌های با مثلا 5 ساله یا
چند ساله تدوین بکنن و اون رو در قالب اجرایی و قانون در بیاد. کما اینکه ما برنامه توسعه هم چند تا داشتیم که الان در حال حاضر در برنامه 7 توسعه قرار داریم که از سال 1402 تا 1406 در واقع آخرین برنامه توسعه از اون چشم انداز هستیم. در رابطه با این مسائل ما سند داریم، اما سندی که بخواد به حالت اجرا بیاد اون در مرحله اجراست که ما دچار مشکل میشیم. مثلا حالا در هر دولت جدیدی که میاد یک سیاست خاصی رو پیاده میکنه. حالا یا سند ما مشکل داره یا افرادی که قرار اون رو اجرا بکنن، نمیگم مشکل داره، سیاست خاصی رو وارد موضوع میکنن که اساساً از آن چیزی که بود ممکنه که حتی ناهماهنگ هم بشه، حتی مخالف آن سند هم اتفاق بیفته. اگر بخوام به صورت کلی بگم، روش آزمون و خطایی داره پیش میره. یعنی البته فقط هم در دولت نیست، این در مورد قوه قضاییه هم هست. اصلا میایم در سطح خیلی پایینتر. الان شما در نظر بگید در هر مجتمع قضایی نسبت به حالا اون چیزی که در راستای بحث حفاظتی قوه هست یا بحث اعطای امکانات به وکلا، دارن سیاست‌های متفاوتی رو پیاده میکنن. حالا در سطح کلان ما که میشه سیاست، فرهنگ، یعنی ما در همه جای، در هر نهادی که وارد میشیم، چه خود انتظام چه در سطح کشور، ما با این قضیه روبرو هستیم که اگر هم چیزی رو داریم، سندی رو داریم، اون سلیقه شخصی، اون وضع تدبیری که حالا هر مدیر یا هر نهاد داره پیاده میکنه باعث میشه که ما برنامه پایداری نداشته باشیم و همین باعث میشه که در واقع اون اصلاحات بنیادین صورت نگیره. درست. خب فکر کنم حاکمیت تقریبا در اواخر دولت آقای روحانی، در زمان ریاست جمهوری آقای روحانی پی به این مشکل و خلأ برد که اومدن و شورای سران قوا رو تشکیل دادن جهت هماهنگی. البته باز هم یعنی تلاششون بر این بود که این خلأ جبران بشه، ولی مبنای قانونی نداشت ظاهرا این شورا، که خیلی از منتقدین در حوزه حقوق عمومی به این شورا ایراد گرفته بودن که مبنا نداره مصوباتش، چون خلأ قانونی وجود داره. ولی که خب همچین شورایی رو ایجاد کردن، یعنی حاکمیت پی به این نقیصه خودش برد که آقا جان ما در حوزه حالا اجرای برنامه‌ها دچار ناهماهنگی هستیم و این ناهماهنگی باعث میشه که هم ناهماهنگی و هم موازیکاری، درسته، هر دوی این میتونه اینها دو روی یک سکه باشن دیگه، در واقع دیگه. آره در نهایت منجر به ناهماهنگی و ناکارآمدی میشه و خب این مسئله وجود داره. در واقع ظاهرا ما یک مغازه‌ای داریم و ویترین بسیار جذاب و زیبا لحاظ سند نوشته و قانون، لکن در انبار این مغازه ما هیچ چیزی نداریم و این مسئله یک مقدار بحران آفرینه به نظر من. خب بیایم سر وقت خودمون. کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های وکلا که مدعی نظم قانونمداری هستن، ولی ما در عمل می‌بینیم که اعضای کانون‌ها که ما وکلا باشیم نقدهای بنیادینی دارن نسبت به عملکرد مدیران کانون‌ها در حوزه‌های مختلف. کانون‌های وکلا ادعای نظم و قانونمداری دارن، ولی آیا تونستن در عمل از این الگویی که در سطح حکمرانی و حاکمیتی جهت هماهنگی و ترسیم یک نقشه راه و سیاست گذاری کلان بوده پیروی کنن؟ ببینید الان در حال حاضر، حالا طی 2 سال اخیر که با افزایش ظرفیت‌های حالا کارآموزی ما مواجه شدیم، در طی این 2 سال اخیر به اندازه 60 سال گذشته ما کارآموز جدید پذیرش کردیم. خب این یعنی شوک ساختاری،
یعنی که کانونی که سابقاً حالا در کنار صدور پروانه، آموزش‌های لازم به کارآموزها و اقدامات اداری که انجام میداده، میتونست حالا به یک برنامه‌ای، به یک برنامه‌ای که حالا میان مدت باشه، چند ساله باشه، دست پیدا بکنه و یک گام‌هایی رو برداره. عملاً استوب خورده و اگر در آن موقع مستحب بوده این کاری که باید انجام میداده، الان در حالت در واقع واجب قرار داره و حتی الان هم این برنامه چند ساله صورت نگرفته و عملاً وارد بحران شده کانون وکلا. درسته، یعنی ما نسبت به این مسئله و بحران برنامه‌ریزی نکردیم بله. و این مسئله خیلی بحران آفرینه. حالا اینجور هم بایستی تعبیر کرد که ما در طول سالیان گذشته هم خیلی مسیر روشنی نداشتیم. حالا صرفا یک سری وظایف روتین از صدور پروانه و حالا برگزاری دوره‌های کارآموزی و بازم دست مریضات، یعنی باز هم اینکه مدیران وقت گذاشتن و وقت خودشون رو میذاشتن برای این مسئله واقعا جای تشکر داره. ولیکن خیلی تصمیمات تحول آفرینی رو ما شاهدش نبودیم. الان که با یک چالش این مدلی مواجه هستیم دیگه در عمق مرکز بحران قرار گرفتیم و این مسئله واقعا جای کار داره. ببینید الان ما در حوزه آموزش بایستی بپذیریم که کانون‌ها از لحاظ محتوایی و ماهیتی تغییر کردن. یعنی ماهیت کانون‌ها دیگه مثل قبل دیگه محدود به صدور و ابطال پروانه دیگه نمیتونه باشه. این تعداد کارآموزی که وارد میشه همانند دانشگاه ما پذیرش داریم. در حوزه درمان اگر بخوایم در نظر بگیریم، خب بالاخره این افرادی که وارد میشن نه تنها برای خودشون آسیب آفرین شدن، حالا این تعداد این آسیب به وکلای قبل از این افراد هم تسری پیدا کرده. در حوزه ساختمان هم اگر بخوایم در نظر بگیریم، ساختمان‌های کانون‌ها در واقع یک ساختمان اداریه. شما نمیتونی از ساختمان اداری انتظار دانشگاه داشته باشی و این مسئله واقعا جای کار داره. حالا اگر اجازه بدین ما یک تنفس کوتاهی داشته باشیم، یک استراحت کوتاهی داشته باشیم، بریم و برگردیم. بفرمایید. خب برگردیم سر بحث خودمون. خانم عطایی نژاد، ما مگه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری نداریم؟ یعنی اساساً این اتحادیه تشکیل شده برای همین منظور دیگه، یعنی برای هماهنگی بین کانون‌ها. خب با وجود این اتحادیه باز چرا ما دچار ناهماهنگی هستیم؟ مگه هر سال یک همایشی برگزار نمی‌کنن؟ همایش سالانه همه کانون‌ها حضور پیدا می‌کنن در این همایش؟ بله، اسکودا سالانه جلسه داره، همایش‌های در واقع مختلفی داره. منتها در اونجا هم ما با همین مسئله مواجهیم، یعنی اون خروجی که باید برای اجرا شدن یک برنامه داشته باشیم، اون خروجی مفقود میشه یا حداقلش اینه که ناقص میمونه یا به دلایل مختلفی معلق میمونه یا حتی ممکنه که کنسل هم بشه. در اونجا هم مثل دولت میتونیم بگیم اگر هم سندی قرار است باشد به مرحله اجرا نرسیده و به نوعی میتونیم بگیم که توی مثلا بحث حقوق عمومی میگن نهادها باید پاسخگو باشن نسبت به اون اهدافی که بیان میکنن. در اینجا این مسئله مفقوده، یعنی همایش هست، یه سری مسائل بیان میشه، ولی در نهایت اون مسئله که بخوایم حالا پاسخگو باشیم، الزام آور باشه، ضمانت اجرا داشته باشه یا به یه خروجی مشخصی برسیم تا الان نرسیدیم. البته که گام‌های صورت گرفته. ببینید ما همین فرمودید گام‌های صورت گرفته، من یادم میاد حالا سال نه چندان دور یه بحثی بود سر این سند چشم‌انداز و یه سند چشم‌اندازی رو می‌خواستن حالا تدوین بکنن و منتشر بکنن. این چی شد؟ قضیه این سند چشم‌انداز چی بود؟ ببینید سال 99 یک کارگروهی تشکیل شده که بر اساس اون اومدن
بررسی کردن، یه جور الگو برداری کردن، سند تحول یا نقشه راه کانونهای کشورهای دیگر رو که حالا مبنا قرار بگیره و بومی سازی بشه برای کشور خودمون که بیش از 2000 صفحه سند بوده. ولی خب مشکلی که اینجا وجود داشت هم بحث بومی کردنش بود، هم بحث این که اتفاقا این مراسم رونماییش هم در دوره ریاست آقای جعفری کوشا برگزار شد. منتها انگار که اختلاف‌ها از همونجا شروع شد و سر این که این سند رو به نام اسکودا ثبت بکنیم یا به نام ریاست وقت، عملاً این قضیه معلق شد و دیگه ادامه در رابطه باش صورت نگرفت. یعنی در واقع حداقلش که من اینطوری فکر یعنی در واقع اقدام کردن در حد ترجمه اقدام کردن ولی سر اسم و انتصاب به مشکل برخوردن و در نهایت هم خروجی نتونستن ازش استخراج کنن، یعنی بلا استفاده موند این سند. ببینید البته ترجمه صرف هم کفایت نمیکنه. اون بحث اصلی که حالا قدم بعدی بود و قدم مهمتر بود، بحث بومی سازی کردن این سند هست. یعنی صرف که ترجمه بکنیم خب یه سمت ماجراست که باید هم انجام میشد. بحث دیگه اینه که چطور اون رو در کشور ایران و کانون ایران به ثمر برسونیم و اجرایی بکنیم. بله، فقط در حد حالا بیشتر بیانیه و عکس و رونمایی و تو همین قضایا تمام شد. خیلی جالبه، به این ادراک هم رسیده اتحادیه و حداقل مدیران کانون‌ها به این ادراک رسیدن که ما نیاز داریم به سند تحول. بله. به یک سند چشمانداز، به یک نقشه راه نیاز داریم. زحمت هم میکشن و میرن سمت اون مسیر، کارگروه تشکیل میدن. حالا فکر کنم که تو حوزه کارآموزی این حالا مسئله فکر کنم عملیاتی تر شده. بله. ولی در حوزه حالا وسیع‌تر فکر کنم این قضیه مسکوت مونده. خب چرا این اتفاق میفته؟ دقیقاً مسئله ما هم همینه، میگیم که ما درد رو میشناسیم، نسخه رو هم از دیگران میگیریم، موقع اجرا که میشه به دلایل مختلفی این از بین میره یا معلق میمونه. در رابطه با همین بحثی که میگیم اقداماتی صورت گرفته، بله، مثلا در حالا اگر بخوام اسم ببرم، در کانون اصفهان یک همایش ملی رو به نام در تیرس که در جهت حمایت از در واقع وکلا و قضات در جهت خشونت‌هایی که نسبت به اونها صورت گرفته بوده که حالا در آبان ماه احتمالاً برگزار میشه. و مورد بعدی هم در کانون مازندران که فکر می‌کنم در 2 سال اخیر بوده که در بحث صندوق حمایت یک سری همایش‌های برگزار شده بوده در جهت هماهنگی. منتها حالا نظر شخصی من اینه که هنوز اتفاق خاصی نیفتاده، ولی خب گام مثبتیه. میتونیم از همین همایش‌ها استفاده بکنیم، در نهایت به یک سندی برسیم. خب خانم عطایی‌نژاد، راه حل چی میتونه باشه و نسخه نجات چیه؟ ببینید، پیشنهاد من اینه که یک برنامه چند ساله واقعی، حالا چه در سطح کشور چه در سطح صنفمون، تدوین بشه و اجرایی بشه که در اون البته ضمانت اجراها لحاظ بشه، ثبات مدیریتی و پاسخگویی نهادی باشه. این تنها راه عبور از افول به سمت تحول میتونه باشه. خیلی درسته. در همین راستایی که شما میفرمایید، دغدغه‌ای هم چند وقت ذهن بنده رو درگیر کرده بود در خصوص همین کانون خودمون، یعنی کانون مازندران. اینکه چرا کانون مازندران خب نمیاد و یک برنامه دراز مدت و چند ساله رو تدوین کنه. البته وقتی میگم برنامه، شاید خیلی‌ها فکر بکنن که منظور من از برنامه یعنی همون برنامه‌های کاندیداهایی که در انتخابات مطرح میکنن و عملاً هم هیچ وقت اجرایی نمیشه. در حالی که مقصود من از برنامه نه برنامه‌های موقتی و کوتاه مدته، بلکه یک برنامه دراز مدت که توسط هیئت مدیره وقت با همکاری هیئت مدیره‌های ادوار پیشین، فعالان صنفی، حتی متخصصین دانشگاهی یا متخصصین هر حوزه مربوطه مثل درمان، مثل بیمه و
حتی ساختمان، مهندسین بله. بیان و یک برنامه‌ای رو تدوین بکنن، یک برنامه دراز مدتی رو، این بشه نقشه راه، سند راه. خب و اعضای هیئت مدیره بعدی هم بر اساس همین سند، یعنی نهایت کاری که میتونن انجام بدن همین سند رو پیش روی خودشون قرار بدن و اون رو اجرا کنن. دیگه اینجا نه درگیر شعارهای انتخاباتی هستیم و نه برنامه‌هایی که عملاً هیچ کارکردی نداره. اونجا باز هیئت مدیره یا اون مدیر وقت در عملکردش نسبت به اجرای اون سند اصلی یا سند بلند مدت میتونه خودشو نشون بده ولی میبینیم که در عمل این اتفاق نمیفته و خیلی من دوست دارم که اعضای هیئت مدیره کانون مازندران این ویدیو رو تماشا بکنن و نسبت به این مسئله یک تصمیم گیری جدی داشته باشن. این ایده خیلی مهمیه که در علم سیاست بهش میگن استمرار سیاست گذاری، که در واقع یک برنامه بلند مدت مشخص وجود داره و روشن که بر اساس اون هر مدیری در واقع مجری برنامه هایی که از پیش تعیین شده، نه اینکه خودش واضع یک سیاست جدید باشه. وقتی که ثبات وجود داشته باشه تحول هم ممکن میشه. اینجاست که دیگه نقش کانون ها در حکمرانی صنفی جدی‌تر میشه و چون یک سند جامع دارن دیگه درگیر آزمون و خطا نمیشن. اون وقت میتونن به سمت اصلاح ساختار اقتصادی، رسانه‌ای، حتی اقتصادی و سایر موارد آموزشی و اینها بشن و با این ثباتی که ما میتونیم به سمت تحول بریم. دقیقاً. حالا من از صحبت‌های شما اینطور برداشت میکنم که کانون ها و حالا کانون مازندران توجهاً و بالاخص در واقع متأثر از یک خلأ محتوایی هستند، یک خلأ نرم افزاری که در واقع ما الان اگر مشاهده بکنیم می‌بینیم که اون نرم افزاری که کانون ها بر اساس اون یا اون نقشه راهی که بر اساس اون کانون ها میرن جلو، همون لایحه استقلال کانون وکلا که سال 1333 تصویب شد و حالا آیین‌نامه‌های اجراییش که حالا آخرین آیین‌نامه‌اش هم برای سال 1402 بودی که کلی هم کانون‌ها باش درگیری داشتن برای اینکه حالا خیلی مخالف تصویب این آیین‌نامه بودن و اون رو با منافع کانون‌ها در تضاد و تخالف می‌دیدن. ولی کن وقتی که کانون‌ها می‌بینن همچین خلایی وجود داره، به نظر من درستش اینه که بیان و به صورت جدی به این قضیه فکر بکنن، اندیشه کنن و این خلأ رو برطرف بکنن. و حالا ما میتونیم این نگرانی رو داشته باشیم که اگر این اتفاق صورت نگیره، با همون سیستم سابق اگر قرار بر این باشه که در برابر این چالش‌ها و بحران‌هایی که الان باش مواجه هستیم پیش بریم، چیزی جز ضربه زدن به حالا هم نهاد وکالت و هم به وکلای عضو کانون نخواهد. بله، ببینید به طور قطع مدیران ادوار کانون ها به این قضیه ادراک داشتن و دارن، اما ما باید یه سری موانع اجرایی رو هم بهش توجه بکنیم. ما کم مسئله نداشتیم در همین در واقع اخیراً با این بحث حالا قانون تسهیل و آیین‌نامه‌های جدید و تصویب قوه قضاییه. کانون درگیر حفظ استقلال خودش بوده در درجه اول. وقتی که شما اون تمرکز لازم رو نداشته باشید برای حالا اون حفظ موجودیت خودت، دیگه نمیتونی تمرکزت رو بذاری برای تصمیماتی که موجب تحول در سایر مواردی که حالا همه مطلوب همه وکلا هست پیاده بشه. به نظر من این چالش ها رو هم باید بهش دقت بکنیم. باید به یک نکته هم اشاره بکنم. اگر با این دید، یعنی اگر ما این تفکر رو داشته باشیم که یک سری موانع و چالش هایی بر کانون ها حادث شده تا کانون ها به این جهت دچار عدم تمرکز شدن، تمرکز اون رکن تصمیم ساز در کانون ها دچار استحاله شده در واقع. اگر ما با این نگرش بخوایم حالا با همین لوایح موجود و آیین‌نامه موجود پیش بریم، به نظر من
این اتفاقی میفته که خیلی خوشایند نیست از این جهت که نهادهای دیگری میان و به جای ما تصمیم گیری میکنن. وقتی شما خلأ نرم افزاری داشته باشی، نهادهای دیگه میان این خلأ نرم افزاری رو از طریق دیگری پر میکنن و اتفاقا همین مسئله، یعنی همین بحران ها به نظر من باید یک تلنگری باشه برای کانونا که آقا جان شما بیاین و یعنی ما بیایم اینجا تصمیم گیری بکنیم، اون نرم افزار رو ایجاد بکنیم و محتوا رو تعریف بکنیم و بر اساس این محتوا بریم جلو تا از خلأ این محتوا نهادهای دیگری نخوان بیان برای ما مسائلی رو تعریف بکنن. بله خب ببینید منم آسیب شناسیش رو گفتم، یعنی گفتم که تو این راه ما کم موانع نداریم، ولی خب بله نمیتونه دلیل بر این باشه که ما بخوایم این رو بهانه‌ای بکنیم برای اینکه حالا در ادامه نتونیم پیش بریم. باید اینها رو آسیب شناسی بکنیم و در نهایت به سمت جلو و اون کاری که درست هست رو انجام بدیم. درست. خیلی ممنون. حرفی، سخنی، نکته‌ای اگر دارید در خدمت شما هست. در پایان میخوام این رو بگم که ما باید به این مفاهمه برسیم که هر مدیری تکه‌ای از یک پازل بزرگتره، نه خود پازل. بسیار عالی. ممنون از حضور شما خانم عطایی نژاد. متشکرم. گفتگوی بسیار خوبی بود و امیدوارم که از حضور شما در برنامه‌های بعدی و اپیزودهای بعدی استفاده بکنیم. در خدمت. به عنوان جمع‌بندی پایانی و ماحصل گفتگوی این اپیزود لازمه که من توضیح بدم کانون‌های وکلای دادگستری کل کشور و کانون وکلای دادگستری مازندران بالاخص در برابر بحران‌های پیش رو با خلأ محتوایی مواجه هستند و لذا مدیران کانون مازندران میبایست مترصد تصمیم گیری برای تدوین یک سند راهبردی و برنامه بلند مدت باشند تا در برابر مشکلات پیش رو فائق بیان. ممنون از نگاه گرم شما. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. زنده باشی. ممنون. سپاسگزارم.